مسئله این بود که در نهایت پیشنهاد شد که در پایتخت ما کانونی بزرگی تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز تأسیس شود. البته او کانون چگونه خواهد بود حتما قراری داخلدار قبول می شود، ساختاری و معین می شود و فعالیتش به راه مانده می شود، ولی از نظری ما مثلا فهمی که من دارم کانون تمدن آریایی خود کانون و ببینید پیشوای ملت تاکید کردن که با حرف ق نه با حرف کاف با کا، یعنی کانون. کانون چی است؟ اول بگیم ببینید کانون یعنی یک مرکز، یک جایگاه، یک خواستگاه. یعنی که اگر ما منبع و سرچشمه چیزی رو خواهیم که معین کنیم و بگیم که از کجا برخواسته است، بگیم کانونش همینجاست. یعنی کانون پیش خواستگاهش اینجاست. خواستگاه و مکان رو ifade میکنه. درست است. و دوم مرکز جمع آمد. بنابراین من میخواستم امیر رو به معنای درست و سالم آن تفسیر کنیم، زیرا هر گونه تفسیرهای خرد اهمیتی رو کم میکند. چون که این کانون به این معناست که منم خیلی فهمیدم که سه پیام در اون است. یکم این که وقتی ما کانونی تمدن آریایی را در اینجا تأسیس میکنیم، این به این معناست که تاجیکستان، سرزمین تاجیکان خواستگاه همین تمدن است. شما هم روایت های باستانی از اوستا تا امروز ببینید، اون حتی نامی کوه ها و نامی دریاها و نامی سرزمین ها در همون سرچشمه های تمدن آریایی آمده است. مثلا در همین اوستا وقتی میگه که باختر با 1000 پرچم پرافشان خود، میگه یعنی که همین باختر یک مفهوم اولیه آریایی است، باختری که امروز در تاجیکستان. بنابراین وقتی میگه کانون تمدن آریایی، خود تاجیکستان یک کانون تمدن آریایی است. این یک. دوم اینکه ما با همین واسطه خود را همچون میراثبر همین تمدن تعریف میکنیم که ما تاجیکان امروز میراثبر همین تمدن، پیشوای ملت ما، پرچم بردار ارزش‌های همین تمدن. زیرا متاسفانه در جهان امروز در شرایط سیاسی و ایدئولوژی که در منطقه ما چه از شمال و چه از جنوب شکل گرفته است، خود تمدن آریایی، ارزش‌های آریایی، ارزش‌های تاجیکی تا حد زیادی تهدیدند. تهدیدهای هم نرم هم سخت. بنابراین در همین شرایط این خیرات و آگاهی بسیار دقیق پیشوای ملت است که باید این رو صاحبی کنیم. یعنی که حتی در کشورها و دولت‌هایی که این تمدن سابقه قدیم داشت، حالا امکانی صاحبی کردن آن کمتر. بنابراین چی گفتند؟ ما همین تمدن خود را صاحبی میکنیم. ما میراثی بزرگ فرهنگی و تمدنی که داریم صاحبی میکنیم. این دوم جنبه می کانون. سوم اینکه او کانون نه تنها صاحبی میکند، بلکه این را می آموزد، این را تحقیق میکند، این را معرفی میکند و ما به جهانیان همون تاریخی 6000 ساله خود را، البته وقتی ما تاریخ 6000 ساله میگیم معنی که 6000 سالی صاحب تمدن، دولت، خط، نظام سیاسی، زندگی، بومی بودن است. وگرنه تاجیک این همین حفریاتی که سال گذشته مثلا در ناحیه خاولینگ انجام دادن، این باستانشناسان روس هنوز اکادمی رانوف در دوره شوروی آغاز کرده بود و سال گذشته باستانشناسان فرانسوی و خارجی دوام دادن. اینا نشان دادن که بیش از 1 میلیون سال پیش در اینجا آدمان سکونت داشتن، اما آلت شکار و آلت کارشان اینجا همش یافت شده است، آثار زندگیشان. اما وقتی میگیم تمدن 6000 ساله، منظور تمدنی که الکی تاجیک صاحب دولت، صاحب نظام،
صاحب فرهنگ، صاحب هنر، صاحب خط و نمونه اولیش خودشو گفتن سرازم. ببینید سرازم 5,500 سال پیش آثاری که از سراز نشان میدهد ملیکه داشته است. وقتی که یک جا مفهوم ملیکه هست، اگر اجازه باشم من ملیکه سرازم دقیق فرمونم ببینید خیلی ما میگیم که ما مثلا میگیم 6,000 سال دولت داشتیم، این گپی خالی نیست. تمام علم جهانی رو میگوید. مثلا همین وقتی که حفریات سرازم انجام میشد، یک قبری پیدا شد که در اونجا اسکله یک خانوم، استخوان خانوم، همین جمالک های طلایی که در موی او بوده است همون خیلی ایستاده است. مهره های قیمت بهایی که کوکلاش آرایش داده است ایستاده است. تاج در سرش ایستاده است. دستمانه های طلاییش باقی مانده است. گوشواره های طلاییش باقی مانده است. در دو کنارش کوزه های طلا و نقره ایستاده است و در کنارش با چند خدمتگار دیگر و همه باستانشناسا گفتن این زنی عادی نیست، این ملیکه بوده است. بنابراین اگه تصور کنید که 5,500 سال پیش اگر اینجا ملیکه بوده است، پس حدود بوده است، دولت بوده است، پایتخت بوده است، تخت بوده است که در بالای اون ملیکه و در سر اون تاج. پس 5,500 سال پیش این ملت مفهوم دولت و نظام و حدود و پایتخت و ملیکه و تاج داشته است. ببخشید یک نکته دیگر که در همون زمان یعنی 5,500 سال پیش زن ملیکه بود. با این که یک افتخاری عجیب، خیلی افتخاری بزرگ. اینجا اون ملیکه سرازم همین سه چیزی مهم پیامته. یکم این که در همون مرحله دولت بوده است، دولت. دوم این که از آرایشات همون زن ما میفهمیم که در همون دوره صنعت و هنری توجیه در چی. این یکون آرایشات ابتدایی نیست، یک تاج طلایی در سرش. سوم این که خیلی شما گفتید زن حاکم بوده است در اون مرحله. یعنی که این ملت در همیشه سابقه بزرگ طولانی دارد و همی مرکز تمدن آریایی باید بیاید همی تمدن نه تنها صاحبی کند بلکه با معرفی کند. درست. هر کسی میاد تاجیکستان یا هر کسی تاجیک میگوید باید پیش روش باید که ملت صاحب همین تمدن بزرگ باستانی با همه اتریبوت ها. بنابراین در همو من تصور میکنم که در همو تالارهای مرکز یا کانونی تمدن تمامی گذشته و سابقه تمدنی تاجیک و امروز تاجیک پورا معرفی شدن. این هم مرکز فرهنگی، هم مرکز علمی پژوهشی، هم یک آثارخانه بزرگی امی تمام تمدن ما باید شود که ما اون رو طوری گفتیم هم میراثداری کنیم و هم صاحب هم معرفی. انا به این معنا ما واقعا همین در جنبش میگیم که همین اندیشه یا همین پیشنهاد پیشوای ملت دوامی همون سیاستی که در احیای ملی داشتن و نقطه بسیار مهمش است. زیرا ما امروز در همین شرایطی موجوده سیاسی منطقه گیوپولیتیکی و ایدئولوژی منطقه واقعا پرچمبردار تمدن آریایی امروز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همین دولت تاجیکستان است. بنابراین این نه تنها یک ایده سیاسی است، این یک رسالت تاریخی است. و یک مسئولیت برای ما، یک مسئولیت است. و ببینید در همون وقتی که همین ایده را گفتن در دوامش یک گپ عجیب گفتن که نترسید. چرا گفتن که نترسید؟ چونکه بسیار شاید اهل زیا و اهل تحلیل و تصور کردن که چگونه این مسئولیت عظیمی تاریخی رو به دوش گرفت و شاید احساس کردن که همون شنونده ها می ترسند، ولی با همون گرده بزرگ گفتن نترسید ما صاحبی میکنیم این تمدن. این خیلی پدیده یه لحظه عجیب بود برای بدون شک. با عنوان آخران پرسش